کوی مادر وجودم پر شوده از بوی مادر تمامی روی دنیا را بگشتم ندیدم روی خوشه جز روی مادر آه مادر جان مادره. درود دوستانی عزیز و ارجمند، حالا ما در یک محیط گرم و زیبا و صمیمی قرار داریم در خانه حافظ خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی، یکی از هنرمندان خیلی محبوب، مامای گلچهره صادقова در حلقه خانواده ایشان قرار داریم. تصمیم گرفتیم که برنامه گنجور رو با حضور ایشان پیشنهاد شما گردونیم. مامای گلچهره صادقова فولکلور زنده تاجیک هستند. یکی از باریزترین، یکی از مشهورترین، یکی از زیباترین مادران تاجیک. درود به شما ماما جان، سلامت باشه. سلامت باشه، رحمت. بسیار افتخارمندیم که امروز ما را قبول کردید و آمدیم در نزد شما امروز صحبت میکنیم و هر اشتباهی که از ما میگذارد پیش از شروع برنامه از شما عذر میپرسم. رحمت، سلامت باشه، خوش آمدین. تشکر زیاد. مامای گلچهره، دوستان عزیز، وقتی که دیروز ما پیش از شروع برنامه به نزدشان آمدیم خیلی خسته بودن، چون که کارهای پالزی، کارهای دهقانی، تمامی کارهای صحرا را خودشان انجام میدهند، آب میدهند و از مهنت و از کاری صحرا هیچ وقت نمیهراسند. در این برابر باز هم همون آواز زیبای خود را حفظ میکنند و همراه فرزندان نبیرگان باز هم سرود میخوانند. گفتید که در دهه به دنیا آمدید و در دهه به وای رسیدید. اونجا از کیها آموختید شما همین سرودها رو؟ کیها میخواندن در همون وقت؟ موسیقیدان و پیرزنها چگونه بودن در اون زمان؟ همین کرشوک مکتب بود و اماکی بابای صابر رو بر کرشوک بود. در همونجا ما صرفی 2-3 بده ما را دید که هنر ما را همین تالنت داره، قبول کرد. کرشوک دا کار میکردیم، بعد همونجا زمزمه میکردیم، کرشوک مکتب دا سرودخوانی میکردیم، همه چیزا را. بعد این صرفی 3 و 4 و 5 بعد این همین دخترها با شوهر میبرومدن توی میکردن، توی میشید. فقط در همون دهها توی دخترها دا مرا میبردن، توی بچه توی دا شوهر ما میبردن. این همین 2 هدف دمرقتی تا روزی که شب سفید میشید ایامی بگایی در هجرای کلون در میدونا ممکن نبود. بازم میکردیم، بود میکردیم. بعد هر یک قدم ما را بعد این بهترین چیز بود، 3 متر داکا و 1 صابونی مشک ما دا میدادن. اما خیلی مورد میدادن، تقدیم میکردن که برای مینت. خسته نمیشدید شما از مثلا روزانه کار میکردید، خواب نمیرفتید، روزانه کارهای صحرا را میکردید، کارهای خانه میکردید، شام میرفتید باز و تا صبح شما سرود میخوندید و خستگی شما احساس نمیکردید؟ احساس میکردم که یک دهه بالا تا پایان همه همین دختر تویا را ما میگذروندم. با درجه شلپر میشیدیم که
همین عروسا با سرم را می اومد. بعد دو دیگه جاگه شدم. گلبانوی خواهر و گفتم که اگر آمدن به سر مرا اگر قیل میشه میزنم میکشم. ما شلپر شدم. بعد کولی میگفتیم و چنو کولی گندم که یک کولی گندم بود و کولی ارد. بعد در کولی گندم رفتم در آمدم جاگه شدم. بعد همون عروسا کنزولا در سراشو و سر مرا نیومد. بعد گلبانو خواهر ما گفتن که نه اپایگل چرا کجا ده که ما توی داریم آبیدما گفتالی دختر تاقای میرزامد. آنا جورا گفت که نمیدونم ندیدمش. برای که را تاکید کردم که میکشم دوستم خواهیل میشه میکشم. شلپر شدم. بعد همین خواهد بعد زورش کردن که خوره که گلبانوی ما هیچ در پیش اپد یکون سخن نمیگیم همین ما را نشون بده خوره که کجا بجا شده است. کجا ده. بعد گفت که این همون کولی گندم در اومده ای. کولی گندم در اومده بیای. بعد همین چی زدم لامپچکا و ایتاری کورال اینا یک همین چی را گرفتن چراغ گرفتن در اومد او کولی ای تار ایتاری چی داره با اوجا میخوام. بعد همونجا نگاه کردن کلا کشتن که من همون پاق زاگی در همونجا جاگه شدگیم دیگه زورم میکنن زورم میگل چرا خاره که جونه بیا که توی ما نمیشه آخه میگم بیزار جور شدم نمیرم زورا میکنن. خیلی بعد گرفتن بردنون 5 متر ساتینم داد یک نمال زرگرانیم داد یک کلوش یک طبق حولو دیگه اکر نرخ نوا خستان گرفت. به شوخی بعد جای خرسان شدیم که چند قدر که بگوید. بعد هم خیلی مایده بعد این با سیفی نره بعد شوهرم دادن داره همونجا بود کردیم. بعد ایو بود کردن بعد چی اومدیم این رایون ماسکوسکی همدانی او همونجا کرده که ما که هنر که داشتم مرده که دل گرده‌دار هزار رحمت به همترین مردی دل گرده‌دار که هیچی رشک کم نداشته پاش کم نداشت. این ما هم خیلی رشک نداشتیم با یک دیگرمون نداشتیم. باور داشته؟ باوری از آدم ها رویم باوری ندارن جنگ جنجال جدایی میشون این میشون اون میشون هم خیلی کارم سر میشون. درست. آن آوردیم بعد دید که هنری مرا که دید که خیلی دارم در تئاتر بعد خطیش کار در آوردم تئاتر همدانی ده خطی که آدینه هاشیم یک جا همونجا اینا کار کرده. ما چخیل بگم ولی این گپایی که ما میگم رنگ فیلم میتوان باور نمیکنن. ما هم پالشو بوده با چلسون ویلکو میدادن پالشو بودم پالا میشستم انا بعد شو کنسرتو میرفتیم. این هم خیلی رو گذرون کردم. بعد یکی که بعد سومی کارسومیور شک میگن چی میگن خیلی میگن. بعد ای او دا گذروندنم 70 سوم شده ویلکم. آنا هم ترین هنمی خیلی کار کرده آمده به همین مرتبه خداوند ما را آورد رسون که مردی بزرگ آدم خوب دلی پاک برای همین میگن که خواهی که شوی دلی تو چون آینه 10 چیز برون کن از درون سینه کبر و حسد و ظلم و حرام و غیبت بخل و طمع و حرص و روا و کینه.
ана мешавад дили одам оина. این آینه شدن هر یک آدم هم منحصر نمیشوه. آینه همه چی خیلی که آینه را تازه میکنی خط میبینی هم خیلی دل باید پاک دل به زبان یک باشه. این طوری نه که با دلت گذرانده سوی با زبان دیگر را کار میکنیم با ایجا دیگر گپ هم میکنیم با اوجا دیگر گپ. این آینه نیست. اما که غش دستی یک و یگانه همون 10 چیزا هایدارو بیره میبروری خداوند به همه مرتبه میبره میرسوند. شما شوهر خود رو اولین استاد میشماره؟ اما مثال چخیل بگم طول نگرفته همون دمره میزدم رنگ رنگ میکنم توکای بانگور داد تای باغ داد ایجا اوجا اگه چخیل بگم همین طبیعتانش میگن چی میگن خدا داد آدم. بله بله. خیلی بدگی وقتی که ما شوهر ما گرفتم او بهاد او آدم زور بود آدم دانا بود میفهمیدگی بود. بعد مایده همین موسیقی و این را باید کار کردن گرفته اینجا شیخلی کرد اونجا شیخلی کرد آمده فرزندای خوب داد فرزندای صنعتکار داد هر یک کدام ایره وابسته کرد همون پدرشون کار تا امروزه آوردیم. خیلی در نصیبش همه خیلی بود است که همه گذشته شد با فرزندای ما مثال جای اوده اینا مثال بابای آرزو محمد علی محمد ولی بزرگ علی قربان علی همه همه با خودشون هنر دارن هر اصحاب بوده تقسیم کرده گیم وقت نمیافتن دیگه این همین بعد اینا جای پدرشون ده با اینا بابای آرزو. بله. همین انسامبل رو چگونه تشکیل کردید انسامبل اویلوی رو؟ انسامبل آرزو اویلوی رو همین شوهرم همو 79 ده هممون تیار کرد رفته ویدینخه همش تولک داشتن نمر تولک میزدن با تیار کرد با آنا که رفتیم اوجا این نان پختن نان کلان که نمی او را بنده قطی بستن اوجا خیلی میریم در اوجا میپرد میبینم که اویلوی رفتیم در وقت همین نمر تولک که همین میبروی 5 نفر میزنن آخرون همین محمد ولی بود. آنا که وقتی که او که میزنه مردم همون ویدیخ همه ایجا خیست قرص چپت میزنه که این گودک مایده را ببین سوال جواب کردن همین 5 تا تولک هر کمش با خودش هم خیلی اومدیم تا امروز ما چخیل بگم تاری همون هنرمونه قپیدیم بله این تاری ارجو پرک نکردیم همون ریشه را قپیدیم میگه که همون ریشه را که قپیدی سس کردی آو دادی ابرشکه کردی همین میوه خشرو میگیره میخری نکنی شوندش خیلی میشوه قاق میشوه هیچی نمیگیره. دیروز وقتی که پیش از برنامه آمدیم گفتید اکای آرزو رهبر انسامبل هستن. بعد بعضی ثبت های تلویزیونی میرفتم شما رو اذیت میدادن. همین وقتی که زپستم میرفتیم این بسیار سخت گیره قند چه بزنه بود همین تا 10-20 بار 30 بار ما را میگردند گیزاله میشدیم گیزاله میشدیم خیلی برای همه فایده خودمون سخت میگیره بعد اخیرون با رحمتش میگم همین خیلی سخت تا حاضر 2 منوت دیر که در تیله نمیکنه جای کارش ده. همین شما روبایی ها رو از کجا ایجاد میکردید؟ از کجا پیدا میکردید؟ متن های سرودتون رو از کجا میافته؟ متن ها رو مثال اینا بابای آرزو جدا میکنم من خودم معقول میکنم شوهر میکرده که همه اینا رو میخونم که همه معقول باشه بعد همین دهنم قطعی میگردونم همون قوما میگم خیلی بکن معقول نباشه میگه ایجا شای خیلی که اوجا شای خیلی این میگه
با این بزرگالی این رژیسور زوره این همه کار برای ما را این خیلی با آیاق لاو چینده کشور چخله میکنه اینا با مادلیه با اردو همشون خیلی پر میکنن خالگی ها رو خالگی ها را پر میکنن بعد کشورش که معقول نباشه اونجاش هم میگیرن جای دیگه با میمونن محمد ولی همش اینا خیلی اویلوی ما همه چیزا با مسئلت یک دیگر میکنیم پختچینی میرفته؟ چی؟ دراو میرفته؟ ما پخته نچیندم میبردن آدم ها رو هم مرا حشر میکردن حشردن بسیاری دراو میکنه و بعد ما ای باری بالا یک دلونه بود اونجا اکای میرزا اکای یعقوب میگن برگادیل بود همه دفع همه گرفت تری لیکاکی میزدن همه دمرا قطی و ای پایین تری پیتوی دراو کده بعد به همه جراو میومن فلک میزده و دراو میکن پر میدراویدن این توقع دراو کم میدراوی خواهم یک میدراو میشین یک میدراوی این تری با بازم همین دراو با بازم بیا چخلیه حواسشون میکنه همین دراویده با بولو را شما سرود میخوانده در اون وقت؟ ما همه سرود میخوانیم فلک میزدیم سرود میخوانیم به حد دوست میداریم همین صنعت مونه به حد حرمت میکنیم همین شوهر ما با بالای اسبابش همه خیلی یک آدم میگذاشت میکشت آدم تو به حرمتی کردی با بالای نگذار بله مقدس میشمردن اسباب موسیقی. شما از پدر هم آموختید موسیقی رو، سازهای موسیقی رو؟ پدر ما آدمی زور بود، خام صحبت بود، خوش صحبت بود، خوشرو بود، همه طرف زور بود. او هم دمرتراش بود، هم گلغریگو بود، هم چوپان بود. هم خیلی مردک زوری بود که به درجهش ساز میتراشیدن؟ اوه دمره میتراشید، چمبوس میدوخت، این چرخای ماشین تاش میکن کو تر رزین انتر چمبوس میدوخت. آدم ها به پول به چی میداد. مردک هم خوش صحبتی بود که خوش صحبتی او دا آدم ها اچیرت میستادن با. این همی رحمتی شوهر ما اکای آدینا گفت که ارزیو مرا قطعی همو خسرت هم صحبت نمیکنی و گفت که مایلی باید بیا بریم مگزین بعد میگیرمت خونه خسر میبرمت بعد گروه برد گذر زوده هم صحبت شدن دیگه هر وقتی که در کار بشه ای مسکوش که میخزه پیش پدری ما صحبت دنیم همه خیلی آدمی زور بود. ما اویله خوب دقلتیدیم، مادر خوب، فرزنده خوب، اپا و خواهر خوب، همش من خوشتومانتون چی؟ خوشتومانتون چی میگفتن؟ خوشتومانم در گاب ندارم ما. بهترین خوشتومان همه رنگی دگانه بدیم. میگفت که ما باور نمیکنم عقل چهره جوان تو صنعتکار چی؟ تو نه زپس دارو، نه رادیو دا میگوی، نه تلویزیون دا میگوی، یه ایجا میگوی، نه اوجا میگوی هیچ خیلی ها نرای اونها رو نه خیلی ولی خوشتومانه آزر نمیمونه در بیرون ببروی هر خیلی آدم دل بزرگ که شوهر ما که رشک نداشت نمیه که ما هم دل بزرگ داشتیم که ما هم رشک نداشتیم همه دو بیرشک یک جا شدیم این خیلی فرزنده خوشرو با دنیا آوردیم. سفرهای خدمتی خیلی زیاد رفتید همراه گروه دولت‌های خارجه. اوه اینا چی؟ بخواه هندوستان رفتیم 6 تا ولایت شده هندوستان، فرانسه، گرمانیا، شویتزار، گلند، شهر لیل، ترکیه دیگه. چگونه قبول میکردن همی سرودهای شما رو؟ مرا همی نور تبار برد قطع انسامبل خرطوق 18 نفر او بودن و یک نفر مرا کلوب انتخاب کردن. بعد رفتیم ایروپورت دوشنبه ده بعد هم مرا
جواب دادن گذاشتن خیمه را دیدن مرا جواب ندادن وی نکنم که بگذارم آیجا بعد من گفتم چخیلی کنم بعد گفتم همین وزیر فیروز که مرا نمیمونن گذاشتنی بعد اومدم خیلی نگاه کرد گفت که چوی را نموندین بگذاره بعد گفت که ممکن نیست گفت که همه را فهمیدین همه کیه ایرا گلچهره صادق خواه میگن همه 18 نفر که ما میریم گفت همه همه هنروی همه ما در لولتای نامی غریکاگیان انا همه ما بابوی نامی رفته شده میفهمه نمیره شما یک خیال پختچین کدین ایرا این هم خیلی زن خاکساره خدا داده این هم خیلی گفته که بعد رفتیم 35 روز هم خیلی گشتیم همون دولت به دولت رایون برانش میگن چی میگن این منطقه شهر به شهر آوه همتری مایده گشتیم باور میکنید در اتوبوس های تجربه بوده که میشستیم یک جا خطی وزیر و کپگل چرا همه فلک زدن میرفتیم میرسیدیم دیگر چی دیگر درک نمیفتیم ام خیلی ما به حد سفرهای زور کردیم بعد اینجا چی برده بودم با گواره او انسان قرطاق گواره و غیجاکی قطگی بعد الله مادره همون الله مادره جمعونم گفتم با غیجاک شوهر دستیما قطگی های شوهر مرا نشان داده بود اول همین رجا می نوازم بعد فلک دمی گردونمش بعد همین را نواختم حیران شدم که بغیر پروگرام خودم که فلک میزنم بعد اپای گلچرا گفت اونان شما را من در همین جا دادم به این قدر مقصد خاکساری تو با این هنرت با این کار ورد با همه و گفت که چرا یک گپ دیگه آخه این مردم گفت نمیبروید نمیروه یا سیر نکردن چه خیلی بروم در فایجا بو گفت رفتم گفتم چی میگو مالی گو یک فلک یا همین یک چیز که زمزمه که بذار که نمیرم گفتم یک فلک تا قیو بولای ده تش میکنه جفت شوه دیگه او گپای مرا میفهمید همه خیلی با خدا انسان خوب همه قدر بود بعد هم خیلی بود دسه فلکی همتری هم دشتی و هم بار زده میشه بعد مردم برومد برفت و نیتری حالت ها را که زارم کرده برای همه چقدر مرا میفوره که خاکسار باشم فرزندام هم همه خیلن برای نبیره ها حالا هم علا میگید؟ برای نبیره خیلی در کار شوا میگیمشون علا میگیم بانگا میکشیم همه کارم برای نبیره برای فرزند همه کار میکنیم
саломат бошед, саломат бошед. шумо офтоб ҳастед. رحمت офтобе ки гармӣ медиҳад, аз гармии вай меваҳо мепазад, بله сабзаҳо мерӯянд بله ва дунё рӯшан мешавад. بله мо орзумандем ки ҳамеша ҳамин гуна гармӣ бидиҳед, ҳамеша ҳамин гуна рӯшанӣ бидиҳед ва ҳамеша барои миллати мо, барои мардуми тоҷик шодиву нишод бахшед. ташаккури зиёд момаҷон, رحمت، ташаккури зиёд. رحمت، رحمت. хеле ифтихори бузург дорам ки бо шумо ҳамсӯҳбат шудам. имрӯз панди шуморо гирифтам, аз суҳбати шумо лаззат бурдам. ما هم چی را گفتنستیم شب روز شکرانه میکنیم که همه خیلی سرور بهترین خداوند ما را داد است که این قدر ببین که تمام روی دنیا را میگردیم. این صنعتکاری را بگو، این باغکاری را بگو، این دیگر این ما آزاد میگردیم. اگر نه ایکجا آزاد گشته میتونستیم. رحمت به همتر سرور ما که انا همین مادر همو در رحمت که انمتری فرزند تولد کرده به دنیا آورد است. با همه کار دنیا همین مردک تن داده گی، مهنت کرده گی، آباد کرده گی، همه ما را ایتای پرده آزاد کرده گی، آزادانه فر میکردیم. اگر نه گجوده گشته میتونستیم ما نمیتونستیم. ташаккури зиёд. саломат бошед момаҷон, саломат саломат бошед, бошед. шумо ташаккур, саломат хаста бошед. набошед. хуб, мо ҳаминҷо ба интиҳои барнома мерасем. саломат бошед, бо барномаро саломат, анҷом медиҳем. раҳмат, хаста раҳмат, набошед. раҳмат. хуб, дӯстони азиз, ҳаминҷо мо ба интиҳои барномаи ганҷӯ расидем. ёдовар мешавем ки мо ин барномаро аз хонаи ҳофизи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ, яке аз маҳбубтарин модарони тоҷик, гулшера содиқова таҳия кардем. ба шумо рӯзгори хуш таманно дорем. хайр, то дидори дигар.